یک دبه 20 لیتری میاریم و با هر متعی که ما با مته سایز 20 یک پایین دبه و یکی دیگه طرف دیگه دبه سمت بالا سوراخ میزنیم و با نوک چاقو هم اندازه مغزی یک دوم میکنیم و سوراخ بالای دبه یک مغزی میبندیم و نزدیک کامل بسته بشه با چسب حرارتی آب بند میکنیم و با آچار محکم میکنیم و سوراخ پایین یک شیر آب میبندیم و بعد از آب بند کردن پمپ ما آماده است و میبریم سر چاه. به مغزی نوار تفلون میبندیم و زانوی 90 و یک شاخه لوله میبندیم و داخل چاه آب قرار میدهیم. و بعد تا کمی پایین تر از زانویی داخل دبه آب میریزیم و بعد از محکم کردن در دبه به طوری که هوا وارد دبه نشود با باز کردن شیر آب پمپ ما آماده است. سوالی در مورد این پمپ داشتی یا نظرتو در مورد این ترفند این زیر برام بنویس.